ساکنان مومن‌آباد به پایگاه خبری بامداد یک ویدیوی کوتاه از محله صدمه پرقربانی روز 22 می در روی کولاب مومن‌آباد را که باعث مرگ 6 عضو یک خانواده از دهه فیروزبای جماعت باغگاه نویه مومن‌آباد شد فرستادند. آنها همچنین برخی جزئیات این فاجعه تلخ را قصه کردند. طوری قبلا خبر دادیم روز 22 می 6 عضو یک خانواده، یک مادر با 2 پسر و یک دختر و کلین و نبیره افسالش هنگام به توی رفتنشان در روی کولاب مومن‌آباد بر اثر به ماشین بارکش برخوردن ماشین جان باختند. به گفته ساکنان مومن‌آباد، فرهاد نظری سال تولدش 1984 که در این صدمه همراه زن و فرزند افسالش جان داد، تازه روز 9 می از روسیه برگشته بود. در صدمه همچنین برادر او دلشاد نظری سال تولدش 1983، یک خواهر و مادرش خدیجه نیز به هلاکت رسیدند. همصحبتان بامداد گفتند که این حادثه در حدود نویه مومن‌آباد در موضع طالع روی داده است. از قضا طالع این خانواده در موضع طالع بی‌طالعی کرد و در یک روز از این عائله یک باره 6 تابوت برآوردند. گفتند آنها. همصحبتان بامداد گفتند قربانیان این صدمه همه از عائله رحمتی نظری بودند. اکای نظری سال 2007 به علت بیماری سرطان از دنیا رفته بود. یک روز پیش ظفر شریف زاده در فیسبوک خبر داد که روز 22 می بر اثر صدمه نقلیاتی در روی کولاب مومن‌آباد 6 عضو یک خانواده از دهه فیروزبای جماعت باغگاه نویه مومن‌آباد جان باختند.